ما فست فود داریم. اینجا وقتی غذای ارزون میدی 100% داری گوشت خر میزنی. داداش برگرها چنده؟ 140. اوه پس گوشت خره که 200 300 400 بیا 500. ما رستوران داریم. اینجا به اسم مدیری، اما همه کارا رو خودت باید انجام بدی. ما فست فود داریم. اینجا عمرن نمیتونی به کسی ثابت کنی برگرها دستساز و کارخونه‌ای نیست. ما رستوران داریم. اینجا مواد غذایی روزانه نرخش تغییر میکنه و ما مجبوریم کیفیت و قیمت رو حفظ کنیم. ما فست فود داریم. اینجا همه از ما غذای رژیمی میخوان ولی پرپنیر و خوشمزه. داداش اگه میشه برای ما پرپنیر بزن. بله چشم حتما. تو نون جا باشه، رژیمیم دیگه. ما رستوران داریم. اینجا هر ساعتی از شبانه روز باید غذا آماده باشه و اگه غذا نداشته باشی یعنی شکمت سیره. الان داشت غذا داری؟ نه داداش ببخشید ساعت 1 شبه تموم کردیم. قاصد نیست دیگه شکم سیره. خلاصه ما تو گیلان و انزلی غذاخوری داریم. جایی که مردمان شیک میپوشن و بهترین رو میخورن. رازی نگه داشتنشون هم خیلی سخته. اگه نظر داره این زیر بنویسیم. این زیر نه، برامون کامل کنید. همه گیلان خوشگله جان و گله سر به تا پا گل سنبول از همه جب